اینجا باید اول غذاتون رو حسابی تکون بدید تا طعما قشنگ با هم ترکیب بشن. تا الان ویدیو این سیب بلژیکی و که تاپینگای جذاب میاد روشو فقط تو کلیپ خارجی دیده بودید، ولی من گشتم یه جایی رو براتون پیدا کردم که مدل مختلفش رو با طعم و سس و ترکیبات جدید براتون میزنن. مرحله اول پخت سیب زمینی بلژیکی تو دستگاه مخصوصه که تو 2 مرحله این سیب زمینی ها پخته میشن تا حسابی ترد و کریسپی بشن. بعدش نمک میخوره و سیب زمینی بلژیکی ها رو تو ظرف مخصوصشون میذارن و بعد از اون به سیب زمینی ها یه سس مخصوص میخوره و بعدش هم تاپینگایی که انتخاب میکنیم. ما مک چیکن رو گرفتیم که مک اند چیز به همراه مرغ سوخاری داشت که روش هم سس پنیر میاد. قارچ و پنیر به همراه یه برگر دستساز و سس پنیر و سس مخصوص میشه برگر فرایز. این ترکیب هات داگ و سس قارچ فراوون هم خیلی جذابه. یا آیتم پیتزایی هم دارن که ژامبون و قارچ و پنیر و سس مخصوص داره. پپرونیشون هم روش پپرونی و پنیر و سس مخصوص میاد. این آیتم بیکن چدارشون هم خیلی خفنه. 2 مدل پنیر داره با پنیر چدار و سس مخصوص و در نهایت زیتون سیاه و پنیر پارمزان میاد رو همشون. آدرس مجموعه ما فلک اول تهران پارس دور میدون جنب بانک کشاورزی. هر سلیقه‌ای بیاد اینجا نمیذارن ناراضی برگرده. با رفقاتون بیاد سیب بلژیکی خیلی خفن و خوشمزه بزنید بر بدن حالشو ببرید.